سلام دوستان، سال 2026 مبارک. راستش داشتم به این فکر میکردم که الان چند ساله داریم با هم دیگه این مسیر رو میریم. خیلیاتون رو میشناسم که سطح تحلیلتون از خودم هم دقیق تره. نقدینگی رو میشناسید، اوردر بلاک ها رو مثل کف دستتون بلدید و شاید کل یوتیوب رو برای پیدا کردن یک راز جدید زیر و رو کردید. اما بیایید همین اول سالی در شروع سال جدید میلادی با هم صادق باشیم. اگه این همه دانش کافی بود، چرا هنوز اون عدد موجودی حساب همونی نیستش که توی رویاهاتون بود؟ یه آمار جالب بهتون بگم. طبق گزارش‌های بروکرها تو سال 2025 بیش از 85% تریدرهایی که حسابشون رو کال کردن کسایی بودن که بیشتر از 2 سال سابقه فعالیت و مطالعه و حالا درگیر بودن مستمر با بازار رو داشتن. یعنی مشکل نداشتن دانش نبوده. درد اینجاست که ما تو عصر انفجار اطلاعات زندگی میکنیم، اما تو عصر قحطی عمل هم هستیم. حقیقت تلخ 2026 اینه: بازار دیگه به کسی که فقط بلد تحلیل کنه پاداش نمیده. بازار فقط به کسی پول میده که بلده خودش رو کنترل کنه. میدونی دوست من درکت میکنم. خسته کننده است که بدونی قیمت کجا میره اما نتونی ازش پول در بیاری، یا بدتر سودتو بگیری و 2 ساعت بعد با یه معامله انتقامی همشو پس بدی. تو مقصر نیستی که دنبال استراتژی جدیدی، چون مغز ما طوری طراحی شده که فکر میکنه جواب هر مشکلی در بیرونه و در یک دانش جدید نهفته است. اما من اینجام که بهت بگم اون قطعه گم شده توی هیچ ویدیوی آموزشی تکنیکال دیگه ای نیست. امروز نمیخوام بهت اندیکاتور یاد بدم، سراغ چارت نمیرم، نمیخوام بگم سشن نیویورک چیه، میخوام 5 تا عادت رو بهتون بگم که احتمالاً ازشون فرار میکنید، چون غرور شکن هستن، حوصله سربرن. اما قول میدم اگه فقط همین 3 ماه اول 2026 رو که حالا تا عید نوروز خودمون هم فاصله هست پای این 5 تا کار بمونی، قولی بهت میدم که هیچ مدرسی بهت نمیده. تو بالاخره با خودت و چارت به صلح میرسی و اون سود مستمر که رویاش رو داری خودش میاد سراغت. آماده اید که بی‌تعارف بریم سراغ اولین عادت؟ بسیار عالی. بریم سراغ اولین و مهمترین ستون تغییر تو سال 2026، جایی که قراره از یک تایپیست اعداد به یک جراح ذهن تبدیل بشیم. بیایید یه صحنه رو با هم مرور کنیم. قیمت داره به حد ضررتون نزدیک میشه، ضربان قلب رفته روی 120، کف دستا عرق کرده. یه صدایی توی گوشمون میگه که بیا این استابلاس رو یه ذره جابجا کن. الان برمیگرد. آشناست نه؟ همه ما اینجاییم. اما فرق اون تریدری که ته سال 2026 حسابش سبزه با بقیه اینجاست. اون به جای تماشای قیمت داره این لحظه رو تماشا میکنه. میدونی مشکل ژورنال های شما چیه؟ شما فقط جنازه رو کالبد شکافی میکنید. مینویسید طلا خرید 5 لات، انقدر سود، انقدر ضرر، تموم شد. این ژورنال برای سازمان مالیاتی خوبه، نه برای رشدتون. مارک داگلاس یه حرفی داره، میگه هنوز تو 2026 این قانون اول بازاره. اون میگه تریدری که بتونه وضعیت ذهنی خودش رو مانیتور کنه صاحب بازاره. دوستان، ترید کردن یه فعالیت بیولوژیکه. اگه ندونی وقتی قیمت خلاف جهتت داره حرکت میکنه بدنت چه واکنشی میده، تو عملا داری توسط سیستم عصبیت مدیریت میشی و استراتژیت تعطیله. استراتژیت هر چی که میخواد باشه. اسم این روتین که میخوایم امروز با هم اجراش بکنیم و گذاشتم گزارش سایه. کاری که ازت میخوام انجام بدی ساده است اما به شدت شجاعت میخواد. از فردا وقتی پوزیشن باز کردی یه دفترچه بذار کنار دستت یا حتی رو خود چارت. لازم نیست فرمول بنویس، فقط بنویس چه حسی تو بدنت داری، مثلا انقباض قفسه سینه. اون صدای تو سرت داره بهت چی میگه؟ مثلا داره میترسونتت، میگه اگه ضرر کنی این ضرر تکراری میشه، اینجوری میشه، پول از دست میدی، نمیتونی جبران کنی. این رو بنویس، ببین صدای چیه. چقدر میل داری که همین الان برخلاف پلنت معامله رو ببندی یا تغییر تو جزئیاتش بدی و سعی کن ریز بریز، لحظه به لحظه اینا رو ثبت بکنی. هدف این نیست که مچ خودتو بگیری و خودتو بخوای مثلا سرزنش کنی، نه، اصلا هدف این نیست. هدف اینه که یک ناظر درونی بسازی. وقتی شروع میکنی به نوشتن احساساتت
یک اتفاق جادویی میفته. اون احساس از کنترل کننده تبدیل میشه به دیتا. تو از اون هیجان فاصله میگیری. باور کن بعد از 1 ماه وقتی به گزارش‌های سایت نگاه میکنی، الگوی ضررهاتو میبینی. میفهمی که تو به بازار نباختی، تو به اون لحظه‌ای باختی که حس کردی باید برنده باشی و نتونستی اون فشار رو ثبت و هضم کنی. حالا که یاد گرفتیم چطور با خودمون صادق باشیم، بریم سراغ یه حقیقت تلخ دیگه. چرا گاهی اوقات با اینکه همه چیز چارتمون درسته بازم میبازیم؟ بریم سراغ هنر باختن درست یا همون آنتی ستاپ. شده تا حالا یه ستاپ بگیری که از نظر خودت 10 از 10 باشه، نقدینگی زده شده، ساختار شکسته شده، قیمت به ناحیه طلایی برگشته و همه چیز طبق کتاب پیش رفت. وارد میشی و بوم، در عرض چند دقیقه استاپ می‌خوری. اون لحظه چه حسی داری؟ انگار بازار داره باهات لجبازی میکنه. نه، این حس داری، فکر می‌کنی بازار به تو لج کرده. انگار یه دوربین مخفی گذاشتن و دارن به ریش استراتژی تو میخندن، دارن نگاه میکنن تو چیکار میکنی خلافش بازار رو حرکت بدن. بذار یه حقیقتی رو بهت بگم که شاید البته تلخ باشه. تو سال 2026 بازار هیچ تعهدی نداره که به ستاب‌های کتابی و آموزش دیده شده من و شما احترام بذاره. آمارها نشون میدن حتی سوددهترین استراتژی‌های دنیا هم نرخ برد یا همون وین ریتی بین 40 تا 60% دارن. این یعنی از هر 10 تا ترید بی‌نقص حداقل 4 تاش قراره که با باخت تموم بشه. فاجعه از جایی شروع میشه که تو بعد از اون 4 تا باخت فکر میکنی استراتژیت خراب شده، میری سراغ یه سبک دیگه و این همون سندروم تریدر همیشه سرگردانه که هممون هم تجربهش کردیم. راه حل چیه؟ روتین آنتی ستاپ. اسمشو میذاریم روتین آنتی ستاپ. از امروز هر شب که میخوای ژورنال بنویسی، به جای اینکه فقط دنبال تریدهای سودده بگردی، بیای به خودت جایزه بدی و استراتژیتو تحسین کنی، برو سراغ اون تریدی که همه چیزش درست بود اما استاپ خورد. یه دونه این مدلی پیدا کن، اونو باز کن و به خودت بگو دمت گرم، تو کارتو درست انجام دادی، اینجا شرایط برقرار بوده، شروطو رعایت کردی، اما این بار بازار نخواست پاداش بده. اتسیکوتا یکی از اسطوره‌های معامله‌گری میگه همه چیزی که توی بازار به دست میاری هزینه یادگیری پذیرش احتمالاته. جمله خیلی قشنگه. دوست عزیز، وقتی تو تریدهای درست اما بازنده رو تحلیل میکنی، داری به مغز دیاد میدی که بین اشتباه کردن و بهای معامله‌گری رو پرداختن تفاوت قائل بشه. حرفه‌ای کسی نیست که ضرر نمیکنه، همه ضرر میکنن. حرفه‌ای کسیه که بلد درست ببازه و اجازه نده یه باخت منطقی نظم کل روزش رو خراب کنه. این کار بهت آرامشی میده که با هیچ دلاری قابل تعویض نیست. حالا که یاد گرفتیم چطور با باخت‌های منطقی کنار بیایم، یه قدم فراتر بریم. چطور میتونیم قبل از اینکه بازار پولمون رو بگیره بفهمیم تحلیلمون اشتباه بوده. بریم سراغ بخش بعدی، ابطال ذهنی. بدترین شکنجه تو تریدری میدونی چیه؟ تماشای کند مرگ یک معامله. نشستی پای چارت، قیمت داره ذره ذره به حد ضررت نزدیک میشه و تو مثل کسی که طلسم شده داری فقط نگاه میکنی. ته دلت میدونی این معامله دیگه کارش تمومه، اما یه حسی بهت میگه نه بذار بخوره به استاپم، شاید معجزه شد، شاید قبل از برخورد کردن برگشت. و البته اون معجزه هیچ وقت اتفاق نمیفته، فقط پولتی که دود میشه و میره هوا. دوستان، یه دیتای جالب از سالهای اخیر وجود داره. بیش از 70% تریدرهای ناموفق معاملاتشون رو تا آخرین لحظه، یعنی تا خوردن استاپ باز نگه میدارن، اما معاملات سودده رو تو نیمه راه میبندن. یعنی ما برای گرفتن حد سود انقدر صبور نیستیم، اما رو استاپ تا تهش وای میستیم. پول تئودور جونز، یکی از بزرگترین تریدرهای تاریخ، یه جمله طلایی داره که باید با طلا نوشت واقعا و زد بالای مانیتور. میگه هر روز فرض کن پوزیشن هات غلطن مگر اینکه بازار خلافش رو ثابت کنه. یعنی تو از همون ابتدای روز فرض کن قرار ضرر کنی. مشکل ما اینه که به حد ضرر عددی چسبیدیم و حد ضرر منطقی رو فراموش کردیم. روتین سال 2026 شما باید این باشه: قبل از اینکه دکمه ورود رو بزنید و وارد معامله بشید، از خودتون بپرسید کدوم رفتار قیمت سناریوی من رو باطل میکنه. مثلا اگه قیمت قراره از این ناحیه پرتاب بشه بالا، نباید بیاد و زیر فلان کندل مثلا انگالفینگ یا پوشا
کلوز بده. اگه اون کلوز رو دیدی یعنی ابطال ذهنی رخ داده. اونجا نباید منتظر بمونی که قیمت یه 20 پیپ دیگه مثلا بره تا بخوره به استابلاسی که رو چارت گذاشتی. همونجا با دست خودت و با افتخار معامله رو ببند. چرا؟ چون تو بردی، تو نذاشتی بازار بقیه پولتو بگیره. بستن دستی یک معامله قبل از خوردن استاپ اصلا نشونه ترس نیست. بعضیا اینو بد تعبیر میکنن. نشونه به بلوغ رسیدنه. تو این کارو کردی تا به خودت ثابت کنی که مدیر سرمایه‌ای، نه قربانی بازار. هر دلاری که با خروج به موقع نجات میدی یعنی یه قدم داری به سودآوری مستمر نزدیکتر میشی. فردا که ستاپ طلایی بازار شکلی گرفت، تو پول بیشتری برای ریسک کردن داری. حالا که یاد گرفتیم چطور جلوی فاجعه رو بگیریم، بیا بریم سراغ یه تمرین که باعث میشه قدرت تشخیصت بدون استرس از دست دادن پول 10 برابر بهتر بشه. بریم سراغ باشگاه تصمیم. حالا دقت کردی چرا فوتبالیست‌ها حتی وقتی مسابقه ندارن هر روز تمرین پنالتی و دریبل و ضربه کاشته میکنن؟ اما ما تریدرها چی؟ یا داریم با پول واقعی میجنگیم یا کلاً چارتو بستیم و داریم استراحت میکنیم. انگار یادمون رفته که تصمیم گیری خودش یه عضله است. اگه فقط موقعی که پولت وسطه بخوای تصمیم بگیری یعنی داری با بالاترین فشار ممکن تمرین میکنی. معلومه که کم میاری. یا آمار تکان دهنده بهتون بدم، تحقیقات نشون میده مغز انسان وقتی پای پول واقعی وسط باشه تا 40% از قدرت تحلیل منطقیش رو از دست میده و میره روی حالت بقا. مشکل اینجاست که ما فرق بین تحلیل کردن و تصمیم گرفتن رو نمیدونیم. تحلیل یعنی پیشبینی آینده، اما تصمیم یعنی انتخاب یک عمل در لحظه. اون لحظه که میخوای دکمه رو بزنی سل یا بای. تو ممکنه بهترین تحلیلگر دنیا باشی اما یه تصمیم گیرنده افتضاح. چرا؟ چون عضله تصمیم گیریت فقط زیر بار استرس پول تمرین کرده. یعنی زمانی که پول وسط بوده. راهکار چیه؟ روتین باشگاه تصمیم گیری رو بذار توی برنامه. هر روز 20 دقیقه، فقط 20 دقیقه. چارت رو باز کن یا برو رو حالت ریپلی یا تو چارت لایو. قانون بازی اینه، حق نداری هیچ پوزیشنی باز کنی. نه دمو نه ریل، فقط نگاه کن. وقتی ستاپت شکل گرفت، ستاپتو دیدی، بلند بگو الان وارد میشم، الان صبر میکنم. همون لحظه دلیل تصمیمت رو هم بنویس. داری چیکار میکنی؟ داری به مغزت یاد میدی که تشخیص ستاپ ربطی به طمع سود نداره. داری اراده رو از پول جدا میکنی. این تمرین شاید خسته کننده به نظر بیاد چون آخرش دلاری جابجا نمیشه. اما باورت نمیشه چه آرامشی بهت میده. وقتی توی بازار واقعی ستاپو میبینی دیگه اون فشار همیشگی رو نداری. چون قبلا صدها بار این صحنه رو توی باشگاه تصمیم گیریت تمرین کردی. تریدری که بتونه بدون پول درست تصمیم بگیره وقتی هم پول وسط باشه فرمان رواست. حالا که عضلاتمون رو قوی کردیم وقتش یه نگاه به رژیم غذایی ذهنمون هم بندازیم. چرا یاد گرفتن چیزای جدید داره جلوی سوددهی تو رو میگیره؟ بریم سراغ بخش بعدی، روزه اطلاعات. بیا با هم صادق باشیم. چند بار تا حالا شده وقتی تو ضرر بودی یا درجا میزدی با خودت گفتی حتما یه چیزی هست که من هنوز نمیدونم و بعد رفتی سراغ یه دوره جدید، یه سبک جدید، یه ویدیو که تیترش این بوده، مثلا استراتژی محرمانه بانک‌ها برای سال 2026. حس می‌کنی داری پیشرفت می‌کنی، نه؟ چون داری یاد می‌گیری. اما دوست من، حقیقت اینه که تو فقط داری سر خودتو گرم می‌کنی تا با واقعیت تلخ روبرو نشی. بذار یه شوک بهت بدم. وارن بافت یه جمله معروف داره که میگه مشکل مردم این نیست که کم میدونن، مشکل اینجاست که چیزای زیادی میدونن که حقیقت ندارن. تو دنیای تریدری سال 2026 چیزی به اسم فلج تحلیلی جدی‌تر از همیشه است. تریدری که 5 تا سبک مختلف بلده، موقع باز شدن سشن معاملاتی 5 تا صدای مختلف توی سرش میشنوه که با هم میجنگن. نتیجهش چیه؟ تردید، ورود دیر هنگام یا بدتر از همه هیچ کاری نکردن و حسرت خوردن. من اینو زیاد دیدم توی تریدرهای ایرانی. پیشنهاد من برای امسال یه روزه اطلاعاتی بیرحمان است. از همین امروز ورودی‌های تکنیکال ذهن تو ببند. هیچ دوره جدیدی نخر، هیچ سبک جدیدی رو امتحان نکن. تو به اندازه کافی بلدی. به جاش رژیم ذهنی تو عوض کن. روزانه 30 دقیقه مطالعه در مورد مثلا روانشناسی فردی، علوم اعصاب یا نوروساینس، خودشناسی و مطالبی از این دست رو جایگزین کن.
به جای اینکه بفهمی فلان اندیکاتور مثلا چطور کار میکنه، برو یاد بگیر که مغزت چطور تحت استرس تصمیمات غیر منطقی میگیره. برو یاد بگیر چطور میتونی سطح کورتیزول بدنت رو کنترل کنی تا وقتی قیمت به حد ضررت نزدیک میشه دستت نلرزه. سود مستمر توی 2026 پاداش عمیق شدنه، نه گسترده شدن. تو نیاز نداری اقیانوسی به عمق 1 سانتیمتر باشی، تو باید چاهی باشی به عمق 100 متر. وقتی یادگیری تکنیکال رو متوقف کنی، تازه فرصت میکنی که با همون دانشی که داری تجربه بسازی. تریدرهای بزرگ دنیا کسایی نیستن که 1000 تا فرمول بلدن، کسایی هستن که یه فرمول ساده رو هزاران بار با انضباط کامل اجرا کردن. حالا که تمام قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم، وقتشه که یه جمع‌بندی بکنیم. یه انتخاب سخت پیش رو داری که مشخص میکنه 2026 سال پرتاب توئه یا فقط یه تکرار خسته کننده از سالهای قبل. ما الان در آستانه سال 2026 هستیم. من 5 تا روتین رو بهت گفتم که شاید هیچ کدومشون شبیه اون چیزایی نبود که توی بقیه کانال‌های یوتیوب می‌بینی. چرا؟ چون اونا بهت ماهی میدن. من تلاش میکنم بهت یاد بدم چطور با موج‌های سهمگین این دریا نجنگی و باهاشون همراه بشی. یه واقعیت بی‌پیرایه. 90% آدمایی که این ویدیو رو تا اینجا دیدن، از فردا دوباره برمیگردن سراغ همون عادت‌های قدیمی. دوباره ژورنال نمی‌نویسن، دوباره دنبال ستاپ‌های 100% میگردن و دوباره وقتی ضرر میکنن میگن بازار کثیفه، از اینجور حرفا. جیم ران یه حرف قشنگ داره، میگه برای اینکه اوضاع تغییر کنه تو باید تغییر کنی. بازار فارکس تو سال 2026 دقیقاً همون شکلیه که در سال 2020. اینطوری که باید انتخاب کنی. میخوای یه تحلیلگر پر ادعا اما با جیب خالی باشی یا یه معامله‌گر منضبط و ثروتمند؟ انتخاب کنید. تفاوت این دوتا فقط توی یک کلمه است: تداوم. این 5 تا کاری که گفتم، گزارش سایه، تحلیل آنتی ستاپ، ابطال ذهنی، باشگاه تصمیم و روزه اطلاعاتی، اصلا کارهای سختی نیستن. سخت بودنشون در اینه که باید هر روز انجام بشن، حتی روزایی که سود کردی، حتی روزایی که حوصله نداری. ازت نمیخوام کوه جابجا کنی، فقط ازت میخوام امسال غرورت رو پشت در اتاق ترید جا بذاری و اجازه بدی این روتین ها به جای تو تصمیم بگیرن. دمت گرم که تا اینجا همراه من بودی. اگه حس میکنی امسال وقتشه که اون جهش بزرگ رو انشالله انجام بدی، زیر همین ویدیو برام بنویس من برای تغییر آماده‌ام. همین یه جمله ساده اولین قدم برای متعهد شدن به خودته. یادت نره من اینجا کنارت هستم تا با همین مسیر رو بریم. اگه این ویدیو برات مفید بود، برای رفیق تریدرت که میدونی پتانسیلشو داره اما داره درجا میزنه حتما بفرست. مراقب خودت و حساب‌های معاملاتیت باش. تا ویدیوی بعدی، خدایا نگهدار شما.